بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم استاد انصاری عزیز و مولانا صاحب عبدالقدوس. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان صدا رو کمی تقویت کنم. بفرمایید برادر گرامی. بله خالد هستم از آلمان با تماس شدیم. خالد جان برادر گرامی بفرمایید. بله ای عجب چیزای شما نشان داده و خدا آدم تعجب میکنه. این چی مذهب است؟ نمیشه گفت اینا رو دین. الله المستعان. چی دینه اینا چی تو کتابا اینا نوشته و خدا آدم تعجب میکنه. اماما اینا طلا تنهای طلا از زیر پایشون در میاد. پیامبر گرامی را که در زمان پیامبر ما کفار ازش خواستن که خانه طلایی بساز و فلان و فلان، خداوند این قدرت به پیامبر ما نداد، اجازه نداد که این کارا بکنه. مثلا اینا چی میگن اماما اینا صاحب طلا و فلان و فلان و فلان. بعدش هم این قزوینی کذاب دروغگوی میاد به کتابای ائمه اربعه اهل سنت خورده میگیره. خجالت هم نمیکشه. خجالت هم چیز خوبی است. یک دفعه برای به کتابای خودشان نگاه بکنه ببینه چیز مزخرفات آن چی که در دنیا بگردی و قول افغانی‌ها چتی و چنبوله و قول شما مزخرف کتابا اینا پیدا میشه. با خدا تعجب میکنه آدم. دین تو آسمان اینا نمیشه به اینا دین بگی. این چجوری دین است؟ خدا شاهد است. تعجب میکنم ما به اینا. بعدش هم اینا میگن که ما از اهل بیت پیامبر پیروی میکنیم. اینا اصلا از اهل بیت ابن سبا یهودی پیروی میکنن. در حقیقت اسمش گذاشتن اهل بیت پیامبر. اهل بیت پیامبر کجا؟ اینا کجا؟ خدا شاهد از من تعجب میکنم. کتابا اینا رو که میبینی اصلا شاخ در میاره آدم با این کتابا. چی تو این کتابای پیدا نمیشه که آدم نگاه کنه ببینه. بعدش هم باید یک پیام هم به آقای قزوینی دارم. بفرمایید. باید آقای قزوینی قبل از اینکه میاد به کتابای ما و کتابای اهل سنت خورده میگیرن، اول باید برای به کتابای خودشان نگاه بکنه. بعدش هم 7 بار باید دهنش مسواک یا به قول ما برس بزنه. بعد اسم صحابه را بگیره و یا اسم خلفای راشدین بگیره. چرا که اینجا شاگردای خلفای راشدین که شما باشید زنده هستن و از دین پیامبر ما دفاع میکنن و اینا را همیشه شرمنده میسازه. آبروی از اینا همیشه ریخته. اما یک کمی آخر می‌درسن زهر آقای قزوینی زهر نخوره خدای ناخواسته شما خون دارش نشید. چرا این خیلی خجالت آور است. بسیار شرم آور. دیگه نباید بیاد تو برنامه حرفای الکی بزنه. بعد بیاد از کتابای اهل سنت قیچی بکنه. یک قسمتش بگذاره یک قسمتش قیچی بکنه. من تشکر میکنم از شما خالد جان برادر عزیز بزرگوار. بله تشکر از شما بسیار زیاد. الله متعال. بابا اینا دین گفته نمیشه. تشکر از شما. نه دین گفته میشه نه مذهب. پیام شما رو دریافت کردیم. تشکر برادر عزیز گرامی. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما.